بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان کانال یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، میخواهیم چند لحظه که با شما صحبت داریم در بابت دوست داشتن وطن از نشانه های ایمانداری است با شما صحبت داشته باشیم. یعنی موضوع وطنداری و رابطه آن با ایمان اخلاص ما و همچنین مفهوم وطنداری از نگاه دین مبین اسلام و آنچه که تعلق به این موضوع دارد به طریق فشردم که باشد میخواهیم با شما صحبت داشته باشیم. پیش از آنه که وارد موضوع شویم و درباره وطنداری، دوست داشتن وطن از نگاه دین مبین اسلام با شما صحبت داشته باشیم، میخواهیم سراول همچون مقدمه بعضی مسائل را که وابسته به دوستداری وطن است، ایمانداری که از آن سرچشمه میگیرد و همچنین آنچه که تعلق به وطنداری در زمان امروز و عصر امروز است با شما کمی هم باشد ابراز نظر کنیم. ما در زمان امروز ماهیت و مفهوم و چه اندازه ارزشمند بودن وطن و وطنداری را درک میکنیم و در تاریخ گذشته ما ملت شریف تاجیک مسائلی که وابسته به وطن و وطنداری است بسیار مسئله مهم و جدی و از نگاه زمان گذشته یعنی تاریخ ما بسیار روزها و سالهای بسیار پست و بلند و وزبین و فراخ را نیز گذراندگی هستیم و امروز بعد گذشتن سالها و عصرها که ما عین حال در وطن تاجیکستان با نام تاجیکستان زندگی میکنیم و شکر آن را میکنیم که خداوند تبارک و تعالی در میان چقدر ملت هایی که در روی زمین زندگی میکنند و عدد آنها را که از 10,000 نیز زیاد میگویند، فقط خداوند کریم نزدیک به 200 نفر 200 عدد آنها را صاحب دولت و وطن کردگی است. البته وطن دارند همچون دولتی که دولت‌های ملی که در آنجا ارزش‌های چه دینی، چه ملی، چه قومی و چه آن ارزش‌های نیاگانی خود را به طریق پوره و کامل آن را انجام داده و به خواسته‌هایی که می‌خواهند برسند بسیار محدودیت‌ها دارند. و در سال‌های اخیر نیز می‌بینیم که مسئله وطنداری این مسئله مهم در جهان امروزه گشتگی است و مسئله است که هر یک فرد جامعه باید به آن توجه داشته باشد، باید به چشم بسیار دقیق و نازک نگاه کند و به اطراف نظر کند، بیند که چقدر مردمانی که هستند از وطن اجدادی خود ماندگی هستند یا در همون زمین‌های اجدادی خود زندگی میکنند لیکن صاحب وطن نیستند. صاحب وطن به معنای که دولت ملی ندارند، آرمان‌های ملی خود را برآورده نمیتوانند، آن را انعکاس کرده نمیتوانند و به همین خیل مسائلی که ما و شما روبرو میشویم. از این رو مسئله آنه که بس از آنه که گیوگرافی ما، جغرافیای ما چقدر است و هرچنده که ما گیله و شکایت از تاریخ داریم، از 100 سال پیش داریم، بعضا حالتهای می شود و دیگر داریم، همه این را ما پس سر میکنیم و تاجیکستان عزیزی که امروز داریم باید که همه سرجم شده، همه متحد شده برای شکوفایی آن، برای پیشبرد آن، برای ترقی آن، برای که هر یک فرزند خانواده این ملت، این سرزمین در فضای صلح و آرام، آسایشته و زندگی با فراغت و یافتن آرمان‌های ملی خود چی آنچه که وابسته به حیات فعالیت دارد، ما همه همدست دستی به دست شده در اطراف
пешвои муаззами миллат ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарҷам шуда, бояд ки ин замини муқаддас тоҷикистонро бояд ҳифзу ҳимоят ва он чизе ки вобаста дар асри муосир аз офатҳо, аз зиёнҳо, аз он чизе ки дар атроф давр мезанад бояд ҳимоя кунем, то ин ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои сулҳу субот, оромиш ва осоиш зиндагиашонро идома диҳад. меоем сари мавзӯъ барои оне ки дӯст доштани ватан аслан аз нигоҳи дини мубини ислом чӣ арзиш дорад. ватан аз нигоҳи дини мубини ислом барои мо мусулмонҳо чӣ додаҳо дорад, яъне ки он чизе ки шариат барои мо чӣ баён кардагӣ аст, мафҳуми ватан аз нигоҳи шариат чӣ аст ва он чизе ки вобаста бар ҳамин масоил ва мазмун аст ба тариқи мухтасар ҳам бошад мехоҳем бо шумо суҳбат дошта бошем. аслан ватан ҷое аст ки мо дар он ҷо ба дунё омадагӣ ҳастем, дар он ҷо нашу намо ёфтагӣ ҳастем, дар он ҷо таҳсил, илм ва корҳое ки барои зиндагию пешбурди худ анҷом додагӣ ҳастем, дар он ҷо умри худро гузарондагӣ ҳастем ва хоҳу нохоҳ ватан як ҷузъи фитрии мо аст ки ҳар касе ки новобаста дар ҳар ҷое ки таваллуд нашавад барои ӯ ватан аст. чӣ ҳолати агар географии ӯ агар дар дараҷаи 40 градус ё 50 градус гармӣ ҳам бошад ё 20 дараҷа хунукӣ ҳам бошад, вақти ҳар ҷое ки таваллуд мешавам дар он ҷо нашъунамо меёбам, он ҷо барои ҳамон шахс ватан аст. бинобар ҳамин мафҳуми ватан дар Қуръони Карим бо калимаҳои қария, балад ва мадина омадагӣ аст ва яъне ки калимаи ҳамин хел калимае ки мо ватан мегӯем ҳамин шакл омадагӣ нест, лекин дар ҳамон замон вобаста бар ҳамон шароите ки ҳаст дар асри 6 Қуръони Карим нозил шудагӣ аст. мафҳуми ватан дар дохили ҳамин ибораҳо, яъне ки деҳкадаҳо, шаҳрчаҳо, шаҳрҳо ё минтақаҳо инъикос шудагӣ аст. шуне ки ин мафҳумҳоро мо метавонем дар сураи Қуръон оятҳои фарз кардем сураи Фурқон ояти 51, сураи Аъроф ояти 58 ва сураи Ёсин ояти 20 мебинем ки ҳамин мафҳумҳо истифода шудагӣ ҳастанд. ва ҳамчунин минтақаҳое низ дар Қуръони Карим зикр шудагӣ аст бо номи минтақаи Аҳқоф ки мисол дар он ҷо мардумони зиндагӣ мекарданд ки қавми ҳазрати Ҳуд алайҳиссалом буданд ва мо мебинем ки дар сураи Бақара шаҳри Бобил ки дар минтақаи Ироқ зикр шудагӣ аст ва ҳамчунин мо дар замини муқаддас дар билоди Шом ки Байтулмуқаддас он ҷо баён шудагӣ аст, Маккаву Мадина ва Миср дар он ҷо ва ҳамин сароҳатан ин номҳо зикр шудагӣ ҳастанд. яъне дар ҳамон шакли зиндагие ки дар он замон буд, мафҳуми ватандорӣ вобаста ба ҷои зист, ба макони зист, ба ҳамон шакле ки мардум зиндагӣ мекарданд таҷассум меёфт ва инъикосгар мешуд. аз ҳамин ҷиҳат дар Қуръони Карим муҳаббат ба ватан ин як нуктаи муҳим баррасӣ буда дар оятҳои Қуръон ишораҳо ба он омадагӣ аст. масалан дар сураи Нисо ояти 66 ки ба ин маънӣ тарҷумаш он аст, худованди Карим мегӯяд: агар ба онон муқаррар мекардем ки худро бикушанд ё аз хонаҳои худ берун шавед, ҷуз идаи қавми онро анҷом намедоданд. яъне дар ин оят баромада рафтан аз ватанро дар баробари куштани нафс зикр кардагӣ аст. мафҳуми аз ватан беватан шудан, аз ватан баромада рафтанро худованди таборак ва таоло ишора мекунад ки агар онҳоро ба куштани нафс, яъне худшон ё аз ватан баромада рафтан агар ишора мекардем, онҳо чӣ кор мекарданд? Ками дар кам онро иҷобат мекарданд. яъне ки тарки ватан
بسیار سخت و دشوار و مشکل بودن آن در این آیت برای ما و شما اشارت می شود. و همچنین نعمت تنجی آرامی وطن که ما و شما در سوره مبارکه که بسیار در قرآن کریم ما و شما آن را اکثرا در نمازهای ما میخوانیم، در سوره های کوتاه قرآن است که با نام سوره قریش است، برای ما و شما بیان کرده می شود. در آنجا بیان می شود که پس عبادت کنید پروردگار خانه را که، یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پس عبادت کنید پروردگاری که شما را از خوف و خطر دشمن در امین نگه داشت و از خوف تنگدستی و گرسنگی نجات دادگی است. ببینید مسئله اونه که وقتی که برای الفت قریش، برای به هم آمدن مردم قریش در همون زمان، برای اونه که قریش رو سرجم کنند، خداوند تبارک و تعالی برای ما بیان میکند که، یعنی اشاره به مردم قریش کرده میگه که شما باید خداوند یک و یگانه که شما رو ایمین در تنجی امانی نگه داشتگی است، باید که به شکرانه آن چیکار کنید؟ پروردگار یک و یگانه را بشناسید و آن را اطاعت کنید. یعنی این آیت در امنیت برای وطن که از بزرگترین نعمت‌های الهی است برای ما سخن میگوید. دیگر آن که مسئله محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت وطن که یکی از مسائل مهم در شریعت اسلام به شمار می رود، که یکی از روشن‌ترین و بارزترین این مسئله ها در سنن ترمذی حدیث برآمدگی است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که میگوید وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و مکه مکرمه را ترک میکردند و با چشمانی پر اشک به شهر مکه مکرمه نگاه کردند و گفتند قسم به خدا که تو بهترین سرزمین در نزد خدا هستی، اگر مرا از تو بیرون نمیکرد هرگیز از تو بیرون نمیشدم. یعنی ببینید که من هستم، من دیگر علاج ندارم، اگر که من مجبور به علاج میشدم حتما از این سرزمین بیرون نمیرفتم، لیکن من رو مجبور کردن که من این سرزمین رو ترک کنم. و از همین جهت این حدیث دولت بیان میکند که انسان جایی که به دنیا آمده است برای او هر قطره آب، هر یک مشت خواب، هر هوایی که نفس میکشد، هر برگ و گیاه آن بسیار چیزی مهم و بسیار چیزی مقدس محسوب می شود. از این رو بعض روایات و حدیث هایی که در آثار و کتاب های محدثین بزرگ در بابت داشتن وطن و آن چه که تعلق به این موضوع است آمدگی است، می خواهم برای شما به طریق مختصر هم باشد بیان کنم. مسئله در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایت کرده هستند میگوید مادرم حضرت بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا میکردند، دعا میخواندند، همین عباره های زیبا رو بیان میکردند: بسم الله تربت ارضنا و ریقت بعضنا و یشفی سقیمنا باذن ربنا. یعنی که به نام خدا میگفتن و به چی؟ به تربت زمین ما، یعنی که به خاک زمین چیکار میکردن؟ به اینکه خداوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره ها میکردن. و همچنین آن چیزی که در عرف ما و شما، در عادت ما و شما در قدیم معمول بود که اگر یک نفر قصد آن را میکرد که باید به جای سفر کند، مسافرت کند، جایی رود، اشاره می شود که در همون زمان‌های هم در همون مردمی که مکه و مدینه زندگی می‌کردند برای خاطره که یک مبادایی که راه است، گپ است، یگان مشکلی می شود، یک مصیبت می شود، یک مشت خاک با همراهی خود می گرفتند. و در حدیثی که حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت می‌کند میگوید، حدیثی که امام مسلم روایت کرده است، میگوید وقتی که در مدینه منوره اولین بار وقتی که خرما میپختند، خرما یعنی که دهقانی مردم آغاز میشد، از اولی آن را
جمع آوری کردن، چینده نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آوردن. پیغمبر خدا در همین موضوع دعا میکرد، میگفت اللهم بارک لنا فی تمرنا و بارک لنا فی مدینتنا. بعد خیلی ادامه میداد حدیث مبارک رو تا آخر که دعا میکرد، میگفت که پروردگارو برکت در خرمای ما عطا کن، برکت در همین شهر ما عطا کن، در زمین ما عطا کن. و خیلی برکت بر آن چیزی که وابسته به همان شرط و شرایطی که در آنجا آمده است، معنی که در برکت در اندازه و در مقدار و دیگر همه اینها رو بیان میکرد. و همچنین در دوام حدیث بیان میکرد، میگفت که اللهم ان ابراهیم عبدك و خلیلك و نبیك و این عبدك و نبیك و انه دعا لمکه و اینی ادعوک لمدینه بمثل ما دعاه به لمکه مثله معه. یعنی که میگفت که پروردگارو ابراهیم نیز بنده تو، خلیل تو، فرستاده تو بود. او برای کی دعا کرد؟ برای مکه مکرمه دعا کرده است. و همچنین من هم بنده تو هستم، فرستاده تو هستم، پیغمبری تو هستم. دعا میکنم برای چی؟ برای مردم مدینه، همچنین که برای مردم مکه است. و از همین جهت میگفت که بعدی که دعاها رو بود میکرد، میگفت اگر در همون جایی که نشسته بودن اگر یگان کودک خرد سین سالتر میشد، آن رو دعوت میکرد و همون خرمایی که داشت، همون خرمایی که آورده اون با او داده بودن، اون خرما رو چیکار میکرد؟ به همون کودک میداد که اول همین کودک چیکار کنه؟ خرما رو استعمال کنه. بینید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در وقت دعا کردن، در وقت یاد کردن، در هر وقت کاری که بینید چی در مسئله دعای بیمار باشد، چی در مسئله دعای برکت باشد، هر شکلی که دعایی باشد، اکثرا وقت یاد از همین سرزمین، از بلاد، یعنی که از همون شهر میکرد که نشانه چی است؟ دوست داشتن وطن است. دوست داشتن وطن از همون خانه و در انسان آغاز می شود، از اهل خاندان انسان آغاز می شود، از کوچه‌ای که زندگی میکنن از آن آغاز می شود، از محلی که زندگی میکنن از آن آغاز می شود. به شهرها، به منطقه ها و به زمین چی می شود؟ بیرون. یعنی که تا آنی که امروز ما میگیم که خانه عمومی ما و شما همین زمین است، سیاره زمین است و باید آن رو ما چون گوهرک چشم نگه داریم. یعنی خانه ما و شما است و وطن ما و شما است. از این رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت دعا کردن خود به این مسئله ها توجه و بسیار بررسی میکردند. همچنین در روایت ها آمدگی است که وقتی که شکایت میکند، روایت کرده است، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه، بلال حبشی ما شما میگیم، وقتی که شکایت میکند، دعا میکند، از همون بگیم که سرکرده های قریش که سبب بیوطن شدن آنها بودند، نام آنها رو میگیرد یک یک و میگه که آنها رو چیکار کن؟ بیوطن کن، همچنانی که ما رو آنها بیوطن کردند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال رو منکر نمی شود، یعنی که من نمی کنم، فقط دعا میکنه پیغمبر در ادامه سخنهای حضرت بلال که اللهم حبب الینا مدینه که حبنا مکه او اشد. پروردگار رو میگه دوست داشتن مدینه رو برای ما عطا کن، همچنان که ما مکه رو دوست می داشتیم و هر تو اگر شود بیشتر. یعنی صحابه گیران وقتی که به مدینه منوره هجرت کردن رفتن، در آنجا چیکار کردن؟ وقتی که منطقه عوض شد، اقلیم عوض شد، بعضی آنها بیمار شدن و از همین جهت شکایت کردن، دعا کردن برای آنهایی که سبب بیرون شدن آنها از مکه مکرمه شده بودند. از همین جهت پیغمبر خدا برایشان دعا کرد که همچنان که برای ما مکه با هوای آن گوارا بود، خوب بود، نیک بود، شهر مدینه رو نیز همچنین برای ما بگردان گفتم آن رو چیکار کرده بودن؟ دعا کرده بودن که این هم چی است؟ دلالت به دوستداری وطن و محبت وطن میکنند. ما شما ببینیم که مسئله دیگری که در افتخاری وطنداری یا مسئله که وابسته می شود به شخصی که متعلق به یک زمین، به یک شهر، به یک دیار و به یک بگیم که قوم و جمع است، اسلام اون رو منکر نمی شود. و از آن چیزی که ما شما می دانیم، وقتی که سلمان رو که یاد می کردن، نیتن سلمان فارسی، یعنی که سلمانی که این از ملت فارس است،
یا اگر بلال رو یاد میکردن میگفتن که بلال حبشی، یعنی بلالی که از چی است؟ اصلا اصل نسبی او از حبشستان یعنی از قطعه افریقا است. و اگر صهیب که از جمله اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و بود، او رو چیکار میکردن؟ وقتی یاد میکردن میگفتن صهیب رومی، یعنی که صهیبی که از چی است؟ از جای زندگی او از منطقه روم، یعنی که سرزمین های شمال شام از اونجا است. یعنی بیان کردن منطقه و جایی که یک نفر زندگی میکند و نام میگیرن، مثالی که در ما و شما هم هست، از قبیل وقتی میگیم که سعدی شیرازی، خب، یا عطار نیشاپوری میگیم، یا رودکی سمرقندی در کتاب می آید. از همین جهت همه اینها چی است؟ یک صفت مدح است، یک صفت خوبی است که اسلام به آن ارج میگذاره، آن را احترام میکنه و یگان خیلی صفت بیم که مذمت نیست. بنابر همین این هم چی است؟ نشانه اون است که احترام به خاک، به وطن، به جای تولد، این از نظر دین مبین اسلام ارزشی است که آن را چیکار میکنه؟ اعتراف میکنه. در حدیث هایی که امام بخاری روایت کرده است و همچنین امام احمد حنبل رضی الله تعالی عنه و دیگری از ائمه حدیث روایت کرده هستند، حدیث وارد شده است از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه که میگوید هر وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سفر برمیگشت و دیوارهای مدینه را میدید، سواریش را چیکار میکرد؟ سواری یعنی که اگر در اشتر سوار باشد آن را حرکتش را تیز میکرد، یعنی که به شوق میخواست که وارد مدینه شود. وقتی که دیوارهای مدینه را میدیدند کوشش میکردند که تیزتر وارد شوند، وارد مدینه شوند. اگر به همین منوال اگر ما و شما هم در هر جایی که نباشیم، در هر گوشه دنیا که نباشیم یا تاجیکستان عزیز نباشیم، اگر که وقتی که در همون شهر خود ما وارد میشویم خود را دیگر حس میکنیم، وقتی که در کوچه خود ما وارد میشیم از او باز دل ما دیگر شکل میشه، وقتی که وارد خانه میشویم طبیعت ما و شما دیگر میشود. یعنی این چیزهایی است که از جمله فطرت انسان است، فطرت نیک انسان است که وطن را خداوند در دل هر یک انسان نابسته از شکل، پوست، نژاد، ملت و دین و آیین در دل او یک چیز دوست داشتنی مقرر کرده است. و همچنین حدیث دیگری که از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت میکنند میگوید که وقتی که ما از سفر باز میگشتیم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیوارها و نشانهای شهر مدینه را میدید، بسیار سرعت در چی میکرد؟ حرکت همان آنهایی که ما سوار بودیم، یعنی که اشتر یا اسب یا دیگر چیزی که سوار میشدن. و این دلالت میکنه از چی؟ از دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره را. و همین چیز مشروع بودن دوست داشتن وطن، این چی است؟ از گوشه ایمانداری است که چقدر که ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری و بدرالدین عینی در کتاب عمدة القاری در حدیث هایی که در همین موضوع ما بعضی آنها را اشارتا برای شما گفتیم دلالت میکنند. میگن این حدیث ها به مشروع بودن دوست داشتن وطن، یعنی که ما وقتی میگیم که آیا دوست داشتن وطن یگان، یعنی که محبت به وطن داشتن، دوست داشتن وطن از نظر شریعه یگان دلیل و حجت ها داره، ما برای شما به طریق مختصر بیان کردیم. از آنی که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی از مکه مکرمه بیرون شدن با چشمای اشکبار اشاره به مکه کردند که ای مکه تو بزرگترین مکان نزد خداوند هستی، اگر این قوم مرا از این شهر بیرون نمی کردن من هیچگاه از این شهر بیرون نمی برآمدم. تا آن اشاره هایی که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آن عمل هایی که در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای دوست داشتن همان محل، همان زیست و همان جایی که انسان ها زندگی کرده هستند یا اصحاب پیغمبر زندگی کرده هستند دلالت میکنند. از اون چیزی که هم شارحان صحیح بخاری، ابن حجر مکی، ابن حجر اسقلانی و بدرالدین عینی برای ما و شما بیان کردن، گفتن که همه اینها دلالت میکنند بر آنه که دوست داشتن وطن این چی است؟ از شاخه و از یک گوشه ایمانداری است. و باید یادآور شد که وقتی که ما در بابت
دوست داشتن وطن و آنچه که تعلق به ایمانداری آن بعضی اشاره کردیم، سوال به میان میآید و تا آنی که ما اینجا روبروی شما آغاز برنامه کردیم چند نفر رو سوال دادم. از یک روز پیشه که نام موضوع در یوتیوب کانال مرکز اسلام میرفت، اصلا همین سوال زیادتر دادن که آیا حدیثی که با نام حدیث مشهور شده است در بین عامه که دوست داشتن وطن از ایمانداری است، حب الوطن من الایمان، آیا همین حدیث است یا نه؟ از آنچه که تا حاضر ما برای شما از حدیثایی که امام بخاری، امام مسلم، خب امام ترمذی، امام احمد حنبل و دیگر محدثانی که اشاره هایی که برای دوست داشتن وطن از عمل پیغمبر، از دعای پیغمبر، از گفتهای پیغمبر و از آن عمل هایی که در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و کردند و پیغمبر خدا منع نکرد، این دولت به دوست داشتن وطن میکند. لیکن این عباره که حب الوطن من الایمان، این معنی حدیث است، حدیث نیست، لیکن معنی حدیث است. یعنیش دلالت کننده به آنچه که بیان کرده مجموعاً در برگیرنده مفهوم همین حدیث های بالا ذکر ما است. یعنی وقتی که اگر ما کتاب های حدیث را دور زنیم، جستجو کنیم، عباره با نام حب الوطن من الایمان یافته نمیتوانیم، لیکن در مجموع حدیث هایی که در بالا ذکر کردیم، این معنی همون حدیث هایی است که بزرگان ما و شما به یک عباره زیبا، به یک شکل زیبا آن را چیکار کردن؟ برای ما و شما بیان کردگی هستند. یعنی این معنی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و است. یعنی که ما این را حدیث هم گفته نتوانیم، لیکن چی است؟ معنی حدیث است. مسئله دیگری که در این بابت میخواهیم با شما صحبت داشته باشیم، مسئله از آن است که دوست داشتن وطن و حمایت وطن. وقتی انسان وطن را که دوست داشت، بعضی مسئولیت هایی هست که بالای او چه است؟ لازم است. از قبیل این مسئولیت ها مسئولیت حفظ و حمایت وطن است. آیه های قرآن کریم بخصوص آیه آخرین سوره عمران اشاره به آن کردگی است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم برای ما و شما اشاره میکنه، یادرس میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. صدق الله العظیم. یعنی معنی و این است که ای کسانی که ایمان آوردید صبر کنید و در صبر قدم استوار داشته باشید و دفاع کنید. همین کلمه رابطه رو اکثر مفسرین به معنای حفظ و حمایت سرحدات وطن گفتگی هستند. اصلا رباط یا رباط یک خانه بوده است که در آنجا سرباز عسکر ایستاده و از همونجا، یعنی جایی که سرباز عسکر ایستاده وطن رو محافظت میکنه، نگاه میکنه، یعنی پاسبانجا، آنی که این خانه اصلا در سرحدات جایگیر بوده است. بنابراین همین آیه کریمه اشارت برای ما و شما میکند که شخصانی که ایمان آوردگی هستید، شما اهل صابر باشید، ثابت قدم باشید و برای حفظ حمایت وطن باید پایدار استوار باشید. و حدیث های زیادی در بابت حفظ، حمایت و نگه داشتن وطن وارد شده است که برای نمونه بعضی آنها را ما برای شما میخونیم. در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و که امام بخاری روایت کرده است، میگوید یک روز پاسبانی در راه خدا، یعنی حفظ مرز دولتی، از همه چیز بهتر است. یعنی که به خاطر چه از همه چیز بهتر است؟ به خاطر آنه که حفظ مرز بوم از جمله آن عملهایی است که ثواب و پاداشت آن نهایتاً زیاد و به اندازه است. کسانی که در سرحدات تنجی آرامی، صلح و ثبات را سبب میشوند، سبب پیشگیری همه هر گونه فتنه میشوند، پیشگیری هر گونه هر یک حالتهای سرحدشکنی که قاچاقبران یا نفرانی که نیتهای بد دارند وارد میشوند، اینها سبب آسایش و آرامش مردم میگردند تا اینکه یک نفر در خانه خود همراه اهل عائله خود، فرزندان خود
بی تشویش در فضای صلح و آرامی زندگی میکند یا یکی از پس فعالیت کاری میشود. فرزندان از پس تعلیم و تربیه یافتن تعلیم و تربیه به دانشکده و دانشگاه ها یا مؤسسه های تعلیمی می روند، برای کار و زندگی فعالیت بیرون می شوند. همه اینها از برکت همون نفرانی هستند که آنها در سرحدات ایستاده مرز و بوم را سرحدبانی می کنند. در حدیثی که امام بیهقی روایت کردگی است و معنی حدیث همین است که اگر یک نفر برای یک نفر در شب قدر در نزد حجر الاسود تا سحر شب زنده‌داری میکند و ثواب شب قدر را می‌یابد. ما می‌دونیم که شب قدر از جمله بزرگترین شب‌ها برای شخصان مسلمان است و شب قدر عموما برای همین شب سوره الهیده در قرآن نازل شده است که با نامش سوره قدر و خداوند کریم شب قدر را بهتر از 1000 ماهی که در همون ماه شب قدر نباشد صفت کردگی است. لیکن سوال می شود که یک نفر وقتی که یک شب قدر را در می یابد، بخصوص باز در پیش خانه خدا در مکه مکرمه در نزد حجر الاسود، برابری فضیلت یک نفری که در سرحدات مسلمین ایستاده سرحدبانی میکند فضیلت آن را نمییابد. سوال میشود که برای چی شب قدر فضیلت دارد، قدر برکت دارد، قدر خداوند تبارک و تعالی در قرآن را ذکر کردگی است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله در برابر اون این سخن را بیان میکند. به خاطر آن است که یافتن شب قدر، عبادت شب قدر، فضایلی که یک نفر شب قدر را درک میکند مییابد، این برای خود شخصی وی است. لیکن یک نفری که در سرحدات ایستاده سرحد وطن را محافظت میکند و از جمله سببگارهای تنجی و آرامی می شود، در ثواب تمام این نفرایی که کارهای خیر انجام میدهند، چی عبادت میکنند، چی نماز میخوانند، چی زکات میدهند، چی حج میروند، چی عمره میروند، چی خیر و صدقات میکنند، چی عملهای خیر میکنند، چی کارهایی که نابس از شکل کارها عملهایی که خیر و ثواب است انجام میدهند، آنهایی که در سرحدات سرحدبانی میکنند با آنها چی هستند؟ شریک میشن. لبای گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد گرامی، یک عباره بودم الوطنی من الایمان معنا داشته باشد. سلامت باشید، سلامت باشید. رحمت انشالله بیان میکنیم. ببینید مفهوم حدیث رو که فرضاً در تاجیکستان عزیز ما گوش میکنیم. لبای گوش میکنیم. مرحبا. استاد گرامی خوبه استاد؟ سلامت باشید. حضرت سلام داشتیم. خب این محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم به وطن خود چگونه بود؟ از یک معلومات بدید. رحمت سلامت باشید انشالله. پیامبر به وطنش. سلامت باشید رحمت. در مصباح یک سوال دیگه بود حضرت. این محبت همین مسلمانان به وطن خود چی دارد طرف دولت حضرت؟ اون مقصد پیشایی میشه مثلا چی همین تبر معلوم بدید حضرت. رحمت سلامت باشید انشالله. سلامت باشید. بله. ببینید که مسئله اگر مثال ذهنی و عقلی ما برای شما پیشنهاد میکردیم این بود که اگر امروز در تاجیکستان عزیز که نزدیک به 11 میلیون نفر آدم زندگی میکنند، همه آن کارهای خیر و نیکی که از جانب آنهایی که در داخل اینها هستند انجام میشود، نفرانی که برای تنجی ما، برای آرامی ما، برای صلح ما سعی و تلاش میکنن، نابسته از سمت فعالیتشون آنها در همه همین کارهای خیر و ثواب شریک هستند. یعنی اگر وطن تنج نباشد آبادی نمیشود، علم نمیشود، فرهنگ نمیشود، هنر نمیشود. یعنی اینها همش میشوند، همه اینها سبب پیشروی جامعه نمیشوند. پیشروی جامعه، بلند شدن علم، معرفت، زیبایی، خب آبادی ها همش از تنجی آرامی است. بنابر همین فضیلت آنهایی که در سرحدات مسلمین ایستاده، یعنی در سرحدات کشور ایستاده وطن را محافظت میکنند و از آن پشتیبانی میکنند، بسیار بسیار بلند است. حدیث دیگری که در این موضوع میخواهم برای شما خوانم
میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله در حدیثی که امام ترمذی روایت کردگی است میگوید که دو چشم هستند که آتش دوزخ به آنها نمیرسد، یعنی آنها را نمیسوزد. چشمی که از ترس خدا گریسته است و چشمی که شب را در پاسبانی مرز و بوم گذرانده است. یعنی این چشم ها، یعنی که منظور از چشم شخص است که اینها از آتش دوزخ امین هستند. بنابر به خاطر چی؟ به خاطری که اینها نفرانی هستند که یکی برای جامعه، برای وطن دعا میکنند و برای یافتن رضای خداوند تبارک و تعالی، و دیگر نفری است که شب را پاسبانی میکنند برای که مردم در بسترهایی که خواب هستند آرام خواب بروند و زندگی آسایشته داشته باشند. در دیگر حدیث مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ما و شما بیان میکند، میگن هر کسی که یک شب برای حفظ مرز بیدار خوابی کند، این کاری یک شبه اش ثواب یک ماه روزه و نماز نفلی را داشته است. امام نسائی روایت کرده است این حدیث را. در این حدیث مبارک بیان می شود که کسی که اگر در یک شب برای حفظ وطن بیدار خوابی کند، ثواب یک ماه روزه و روزه نفلی رو چیکار میکنند؟ در میابد. و دیگر مسئله که در این موضوع میخواهیم با شما صحبت داشته باشیم، مسئله اونه که راههای حفظ و حمایت وطن فقط در سرحدات و در بیم که مقامات هایی که وابسته به حفظ و حمایت شهروندان و دیار وطن هستند وابسته به این نیست، یعنی که محدود در این مسئله نمیشود، محدود به این است. و برای که انسان میخواهد که وطنش را حمایت کند، محافظت کنند، پیشروی کنند، پیش از همه چند عامل‌هایی است که باید آنها را حتما فرزندان ملت ما باید چیکار کنند؟ آنها را بررسی و از پس آنها شوند. پیش از همه باید که علم بیاموزند، یعنی حفظ حمایت وطن به واسطه آموختن علم انجام میگیرد. یعنی همه آن چیزی که امروز در عصر حاضر ما میبینیم وابستگی دارد از علم، از پیشروی علم. یعنی انسان ها باید که علم آموزند و در گوشه وطن ایستاده برای آبادانی وطن وقتی خدمت میکنند، این خودش یک چیز از راههای حمایت وطنداری است. دیگر تربیت فرزندان در روحیه خودشناسی، یعنی فرزند اگر در روحیه خودشناسی، در روحیه دوست داشتن وطن، در روحیه میهن دوستی نباشه، اگر برای بسیار مشکلات میگردد. گوش میکنم. نه گوش میکنم. و علیکم السلام. حضرت یک سوال داشتیم. مرحبا، گوش میکنیم. همین هجرت پیامبر به مدینه چی نشان میدهد؟ سلامت باشید. تشکر. خب حضرت جان رحمت. سلامت باشید. از جمله عامل‌هایی که برای حمایت وطن برای ما و شما بسیار مهم است، این حفظ وحدت و دوری از تفریق اندازی است. یکی از مسائل مهمی که برای وطنداری برای ما و شما خدمت میکنه، این چی است؟ حفظ وحدت و دوری از تفریق اندازی است. زیرا که اسلام خیانت به وطن، فروختن مرز و بوم و یا همکاری با دشمنان کشور را از جمله گناهان کبیره میشمارد. پیغمبر صلی الله علیه و آله در معنی حدیث میگوید که هر کسی که به ملت ما و وطن ما خیانت کند از ما نیست. بنابراین برای حفظ وطن باید که ما چیکار کنیم؟ خب منفعت‌های ملی، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، زبان ملی، ثروت‌های مادی، ساخت کنستیتوسیونی، ایمان به اعتقاد مردم، آرامی، آسودگی جامعه و اون مسائلی که مربوط به حیات و فعالیت ما و شما است برای تنجی آرامی و عامل‌هایی که سبب تنجی آرامی ما و شما می‌شود، باید حتما آنها را ما در نظر بگیریم تا اینکه گوشه وطن آباد و وطن تنجی آرام باشد. در سوالهایی که در اینجا برای ما و شما چندی دادم، اشاره هایی که گفتم، اشاره به آن است که وقتی که وطن چی است؟ وطن یک جایی است که برای انسان مقدس است. اصلا چیزی که در ابتدای صحبت برای شما بیان کردیم، آغاز صحبت ما از آن بود که برای انسان خانه‌ای که تولد شدگی است برای او یک چی است؟ یک جای فراموش نشونده است. حولی که در اونجا گشت و گذار کردگی است، کودکش را گذراندگی است، هیچ وقت فراموش نمی شود. و کوچه‌ای که در اونجا زندگی کردگی است، محلی که زندگی کردگی است، شهری که زندگی کردگی است و کشوری که زندگی کردگی است، این از جمله مقدسات به شمار می روند. گوش میکنیم.
مرحمت آوازتون پس میآید. بیننده عزیز گرامی، از اون چیزی که اینجا برای شما در بابت دوست داشتن وطن، حفظ و حمایه وطن که امروزها موافق اون چیزی که ما در کشور عزیز ما و شما تاجیکستان عزیز دعوت بهاری رفته ایستاده است و جوانان ما و شما میبینیم که زیاد با اختیار خود برای ادا کردن خدمت وطن مادر صف می‌آیند. این نشانه از ایمانداری و نشانه از صداقت آنها به وطن و آن چیزی که از نگاه شریعت بیان کردیم منشأ می‌گیرد. مسئله دیگری که از فرصت استفاده برده می‌خواستم برای بیننده یوتیوب کانال مرکز اسلامی بیان کنم این است که دوست داشتن وطن یا وطنداری در تفکر و اندیشه یا فعل و اطوار ملت ما و شما چگونه تا به امروز انعکاس یافتگی است. یعنی اون چیزی که ببخشید لبا گوش میکنیم مرحمت گپ زنیم لبا گوش میکنیم مرحمت السلام علیکم. و علیکم السلام. التماس میگفتید که دوست داشتن وطن در اسلام چی معنی داره؟ سلامت باشید سلامت باشید سلامت باشید. ما حتما انشالله همین چیزی که برای شما بیان کردیم از دیروز باز اکثر همین سوالا یک شکل است. همین مفهوم میخواهند که همین دوست داشتن وطنی که منظورشون همون عباره بسیار زیبایی که گذشتگاه ما و شما بزرگای ما و شما برای ما و شما از مفهوم و از محتوای حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و آله برآورده همش رو در یک عباره شیرین و زیبا جمع کرده هستند که دوست داشتن وطن از ایمان است. میخواهند که همین شکلی بیان رو شکنن که آیا همین حدیث پیغمبر است. باز یک بار تکرار میکنیم که این معنای حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است. این معنای حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است. میگه مسئله اونه که گذشتگاه ما و شما یعنی از ملت تاجیک برای دوست داشتن وطن چیکار کردن و چه گفتگی هستند. در یک کوتاه یک واقعه تاریخی رو میخوام به بیننده عزیز پیشنهاد کنم که در وقت فتنه مغول یعنی عصری که مغول ها به آسیای مرکزی به وطنهای ما و شما آمدن شهر خوارزم در محاصره لشکریان مغول افتاد و در داخل شهر خوارزم نفر شخصیت بسیار برجسته و بزرگ با نام نجم الدین کبرا زندگی میکرد. این شخصیت بسیار شخصیت برجسته و بسیار شخصیت دانشمند بود و نفرانی که در از روی تقسیماتی که دنیای امروزه را چنگیزخان به فرزندانش تقسیم کردگی بود شهر خوارزم نصیب پسر کلانی او جوجی شده بود و جوجی از زیبایی ها و از اینکه شهامت شهر خوارزم بسیار باخبر شده بود میخواست که همین شهر رو بی جنگ به خرابی به دست بیاره و از میان لشکریان او که از آنهایی که وارد شدگی بودن بر هر شکلی نباشه وقتی با او گفتن که در داخل شهر خوارزم یک نفر زندگی میکند با نام نجم الدین کبرا و این شخص بسیار از جمله شخصیت‌های برجسته و از جمله اولیاء الله است دوستان خدا است و باید از دعای او حذر کرد. یعنی که بیان کردن که همه آدم شخصیت بزرگ است ما باید به همه آدم ضرر ما نرسد. سفارش داد که مکتوب نویسند به نجم الدین کبرا و در مضمون مکتوب همین بود که نجم الدین کبرا را اشاره کرده بود که شما میتوانید با چند نفری که میخواهید عدد معین چند نفری که میخواهید از شاگردان مریدان از خوارزم برآمده روید ما با شما کاری نداریم. یعنی ما شما را عفو میکنیم شما میتوانید که از شهر خوارزم برآمده روید. وقتی که مکتوب به دست نجم الدین کبرا افتاد او رد کرد و گفت که عمر من وطن من خوارزم است
عمری من در اینجا گذشتگی است. این وطن من است، جای نشونمای من است، جای زندگی من است، جای کار و فعالیت من است. امروز در وقت مشکلی مردم، من چقدر مردم رو پرتوفته خود با چند نابسته که چند عدد باشن از به این مخلصان و شاگردان برآمده میروم. من با همراهی مردم، خلقم، ملتم ایستاده با آنها مبارزه میبرم و در وقت جنگ در داخل خوارزم اون چیزی که مورخین بیان میکنم، اون چیزی که حضرت جلال‌الدین بلخی رومی قدس سیروه نیز در مثنوی معنوی نیز بیان میکنم از قهرمانی‌های نجم‌الدین کبری، آن است که چیکار کرد؟ جنگ میکند موسفیدی که تخمینا از 75 ساله بالا بود، مرداش در دامنش سنگ میگیرد و به مغول‌ها سنگ میزند و وقتی که او رو زخمی میکنند یکی از بیرق‌های مغول رو گرفته از دست مغول کشیده گرفته به زمین میزند. بسیار یک قهرمانی‌ها کرده شجاعانه شهید میشود. یعنی یک نمونه از گذشتگی ما و شما است که مثال قهرمانی در مقابل اجنبیان و بیگانگان کردگی است. و یک اشاره میکنم برای چی خوارزم گفتیم و ما گفتیم، به خاطر آنکه زبان این شخص زبان تاجیکی بود. از استاد صدرالدین عینی در کتاب نمونه ادبیات بعضی قسمت از شاه بیت های او را ذکر کردگی است. شاه بیت های نجم‌الدین کبری را که من امروز ما بسیار ملت ها و بسیار شخصیت ها را وابسته به گیوگرافی 100 ساله ساخته شده بها میدهیم و گمان میکنیم که جایی که بیان کردیم برای ما بیگانه باشد. هرگز چنین نبود. نجم‌الدین کبری در یک شاه بیتش میگه، همچنان که استاد عینی در نمونه ادبیات ذکر کرده است، میگه گر طاعت خود نقش کنم بر نان و نان بینی هم پیش سگ برخانه وان سگ سال گرسنه در زندانه از ننگ بران نان نزند دندانه. بینید عباره ها رو بینید. البته درباره چی می شود؟ درباره بگیم که یک شکل عبادت که عبادت باید که عبادت ما و شما میکنیم در برابر نعمت خداوند هیچ است. همین من درباره البته معنی آن نه، درباره لفظ و گویش آن برای شما میگن که ببینید یگان کلمه و عباره برای ما شما ناآشنا بیگانه ندارد. میگن که گر طاعت خود نقش کنم بر نان آن نان بینی هم پیش سگ برخانه خان دسترخوان خان وان سگ سال گرسنه در زندانه از ننگ بر آن نان نزند دندانه. یعنی سگ وقتی که طاعت و عبادت های من میبینه که با دبوله ما نان نوشتگی هستن که همین از گرسنگیش نان عقلا خورد، میبیند ننگش میاد میگه و دهان در همون نان نمیزند. ببینید چقدر زبان شیوای اون وقته مردم خوارزم چقدر بود. با کدام لفظ با کدام بگیم شیوای زیبا صحبت میکردن و گپ میزدن. این چی است؟ این نمونه از بزرگان ما و شما، از گذشتگان ما و شما است که در بابت وطن دوستی و وطن آبادی وطن برای ما و شما بیان کردگی هستند. یا اینکه اگر گلستان سعدی شیرازی رو ببینیم، اشاره های زیاد به دوست داشتن وطن، میهم و حفظ آن از یادداشت‌ها و واقعه‌هایی که شیخ نصرالدین سعدی شیرازی خود گذراندگی است برای ما و شما اشاره میکنند. مثلا جای برای حفظ وطن اسیر می شود و او را یک نفر خریده آزاد میکند، اشاره است. یا یکی در بابت 3 برادر که فرزند یک شاه بودند در باب اول گلستان بیان میکند که برادر خودی را تحقیر میکردند و جنگ میشود که برادر خودی چیکار میکند؟ در جنگ قهرمانی نشان میدهد. این هرچند که در بابت جوانمردی، در بابت این نشانهای چی است؟ دوست داشتن این وطن است، دوست داشتن چی است؟ ملت است، خلق است. یا یکی در بعض اشاره‌های خود حضرت سعدی میگه که در وطن گرچین بینی یا خوتن از دل تو کی رود حب الوطن. یعنی نوبسته که در کجای دنیا سیر سیاحت نمیکنی، دوست داشتن وطن هیچ وقت از دل تو بیرون نمیشود. از سردفتر ادبیات ما و شما حضرت ابوعبدالله رودکی سر کرده تا با امروزه بزرگان ما و شما، شاعران ما و شما
چقدر تونستگی هستم در بابت دوست داشتن و محبت به وطن سخنها گفتگی هستند که کوتاه بعضی آنها رو برای شما یک یادآور میشه. ابو عبدالله رودکی پدر شریف فارسی تاجیکی در وصف بخارا که زادگاه شعر ماندگار فارس تاجیک است بسیار عجیب بیان کرده است. گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکای جمله گوش میکنیم. مرحبا. عالمان درباره آبادی وطن چی گفتگی؟ سلامت باشید، سلامت باشید. بیان میکنیم انشاءالله. درباره دوست داشتن وطن میگوید یک شعر بسیار مشهوری است که با گذشتن زیاده از 1000 و نزدیک به 200 سال میگوید در بین ما و شما چقدر معروف است. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه، ریگ آمو و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همه. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر نزدت مهمان آید همه. یا که اگر بینیم شاهنامه بیزوال فردوسی که سراسر از وطن دوستی و وطن محوری است، برای ما و شما چقدر شاهبیت ها، قصه ها، داستان ها بیان میکند و یک کتابی است که برای تفکر پیشرفته ما و شما بسیار سهم برجسته گذاشتگی است و یک شاهبیت عجیب دارد. برای نمونه برای شما میخونه، میگه اگر بارد از میغ پولاد تیغ، نباید که داریم جان را دریغ، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. میگه اگر از ابر سیاه تاریک پولاد تیغ یعنی آهنین بارد، ما باید چیکار کنیم؟ باید که حفظ و حمایه وطن را باید که پایدار و استوار نگه بداریم. یعنی چیزی که بیان کردیم برای نمونه از ابو عبدالله رودکی به فردوسی توسی به تمام بزرگای ما و شما تا استاد میراتورزاده، لایق شیراری و امروزه نفرانی که هستند برای دوست داشتن وطن و میهن سخنهای تا چه اندازه که تونستگی هستند بیان کردگی هستند که همه اینها نشانه از ایمانداری و دوست داشتن وطن است که شریعت اسلام آن را تشویق و ترغیب میکنند. البته بعضی سوال هایی که اینجا گفته شد، بعضی آنها در وقتی صحبت ما جوابهاش گفته گذاشته شد و بعضی آنها ماندن. موضوع وطنداری بسیار موضوع وسیع و بسیار بزرگ است. ما در یک مدت 1 ساعت یا زیاد و کم از آن نمیتوانیم همه آن را بیان کنیم. امید میکنیم که در برنامه‌های آینده گوشه های دیگر این موضوع رو برای بیننده عزیز یوتیوب کانال مرکز اسلامی پیشنهاد کنیم. امید میکنیم که حس وطن دوستی و حمایه وطن، دوست داشتن وطن، آنچه که مربوط به وطنداری و وطن دوستی است برای هر یک فرزند ملت خلق تاجیکستان باید که عزیز و معتبر باشد، زیرا تاجیکستان خانه عزیز ما و شما است و جایی که ما و شما رو میبردارد، جایی که ناز ما و شما رو میبردارد، جایی آنه که ما و شما در آنجا وطن گفته با سر بلند و با حرفهای پررنگ میزنیم، این تاجیکستان عزیز است. امید میکنیم که هر یک فرد تاجیکستان برای دوست داشتن وطن، برای دوست داشتن این ملت و این سرزمین سهمی با سزای خود را میگذارم و دعا میکنیم خداوند تبارک و تعالی وطن عزیز ما و شما تاجیکستان عزیز را از همه فتنه و آفت و زیان و زحمت ها نگهبان باشد. پروردگار جناب عالی پیشوای ملت را در حفظ حمایتش نگهبان باشد و همه آن سعی و تلاش کوشش‌هایی که برای آبادی، برای تنجی آرامی، برای صلح و ثبات، برای همه آن عملهای نیکی که در تاجیکستان انجام میدهد پروردگار برایشان بردباری ها، سعادتمندی ها، سربلندی ها نصیب کرده باشد. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.